سلام. خبرهای رادیوی آزادی را از روز سه‌شنبه 14 ایول من خیرمان بخوزاده تقدیم میکنم. در ولایت سوغد یک افسر میلیسه استاравшан در نتیجه سوی قصد کشته شده است. майор بختیار نرزولویف 35 ساله کارمند شعبه امور داخلی استاравшан در حدود ناحیه شهرستان با چند ضربه کورد کشته و ماشینش آتش زده شد. تفتیشات میگوید قتل افسر میلیسه شب یکشنبه به دوشنبه به هنگام اجرای مسئولیت‌های کاریش رخ داده است. پرونده ҷиноӣ باز و تحقیق حادثه شروع شده است. تفتیشات رفت شده است. پرونده آغاز شدگی یکشنبه شدگی دین سحری آمریکا شدگی شهرستان بشدگی بعد از کار خونه‌اش رفت شدگی کارگری همین شعبه استاتوت جمعیتی سببش معین شود تفتیشات معین میکند سببش بعد ان شاء الله معلوم میشه. در حالی که سبب و مسئولین این واقعه معلوم نیست، حادثه کشتاری خادمی حفظ حقوق کم نظیر است. در ولایت سوغد حادثه پرسر و صدای حمله بالای خادمان میلیسه سال 2010 رخ داده است وقتی مرگ طلبی در نزد ریاست مبارزه با جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی در ولایت انفجار کرده 3 تن را کشته و حدوداً 30 نفر را مجروح نمود. آن وقت مسئولیت این حادثه را سازمان انصارالله به عهده گرفته بود. امروز سازش تاریخی ایران و قدرت‌های جهانی بر سر برنامه ҳастаии جمهوری اسلامی حاصل شد. صبح 14 ایول از وین محل مذاکرات وزیران خارجه ایران و کشورهای گروهی ششگونه یعنی ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان خبر آمد که این جانب‌ها در مورد سازش نهایی به موافقه رسیدند. این سازش قطعی فعالیت‌های ҳастаии ایران را بر عوض لغو تحریم‌های بین‌المللی بالای این کشور در نظر می‌گیرد. سند مذکور باید با امضای همه جانب‌ها قانونی شود. خدمات گمروک تاجیکستان میگوید بر ضد 5 خادم این اداره که با اضافه نویسی و دیگر اعمال خلاف قانون متهم می شدند تحقیقات شروع کرده است و پرونده جنایی آنها در دست تفتیشات است. سردار خدمات گمروک تاجیکستان گفت که این افراد با چند تاجر زبان یک کرده برای پایین بردن باج گمروکی به قانون شکنی راه دادند. من فقط یک چیزی که شما درباره مکرون بود گذاشتید مسائل مکرونی. اگه در سال اخیر فقط از دولت ایران در مورد 495 تن وارد شده است. این که از اون بر رسمی ضروری مقامات گمرک زیاده از 22000 تن است. چه است اینجا؟ خالی نه محصولات مکرونی وای کردن بر رسمی در آوردن. میبینم همچون محصولات مکرونی بر رسمی دارن برای که بوچه سطح بوچه کمتر است. در نشست مطبوعاتی عبدالفتاح غایب رئیس خدمات گمرک تاجیکستان همچنین از حادثه جلوگیری شدن 23 تن پوست مرغ مهلتش گذشته خبر داده شد که با گفته او در صورت استفاده شدنش در تهیه حسیب و کتلت میتوانست آدمان را زهرآلود کند. امسال برای جمع‌آوری شیره کمال در کشور به 2 شرکت کواتا داده شده است. خیرالله عبادالله زاده رئیس کمیته حفظ محیط زیستی تاجیکستان 14 ایول در نشست خبری در دوشنبه گفت این شرکت ها منفر و فراز بوده در مجموع 160 تن شیره کمال جمع آوری خواهند کرد. از این حساب 100 تن رو منفر و 60 تن رو فراز جمع می آورند. در نشست مطبوعاتی امروزه اینچنین صحبت از شکار در تاجیکستان رفت. با اطلاع مقامات در 6 ماه سال روان برای شکار 13 بوز مارکوپولو و 3 بوز پرمشاخ یا مرخر لیسنزی شکار داده شده است. موسم شکار در تاجیکستان از ماه سپتامبر شروع شده تمام سال ادامه میکند. موسم شکار از ماه سپتامبر سال 2014 شروع شده. اگر جمع باشد تو با مگه دادگیم 78 سر گوسپندکوی مارکوپولو و 6 سر بوزکوی پرمشاخ. در ناحیه فرخور در خانواده دوراندیش محمودов сегоникҳо таваллуд шуданд. مادر این کودکان شهنازه زایدوی 20 ساله بعد 1 سال ازدواج یک بار صاحب 2 پسر و 1 دختر شد. وزن کودکان را دختران تولدخانه ناحیوی فرخور خرد میگویند ولی عین زمان تاکید میکنند که صحتی کودکان 5 روزه خوب است. با دستور رئیس ناحیه فرخور نگاهوبین و مراقبت طبی این کودکان که باید اکنون مدت در بیمارستان ایستاده وزن خود را برقرار کنند زیر نظارت مخصوص گرفته شده است. وزن این طفلکان 1300 1200 100 آنها خودشان را نقص میکنند و مدت من 4 روز است که در همین تولدخانه ما به نظارت گرفته شدند
مادرشان هم کودک‌ها هم حالتشان خوب است. падари сегоникҳо ҳасану ҳусейну зӯҳро дар ғояти хушбахтӣ мегӯяд таваллуди якбора 3 тифл барояш ногаҳонӣ буд, чун дар моҳҳои аввали обистании ҳамсар онҳо интизори дугоник буданд. таваллуди сегонику чоргоникҳо дар тоҷикистон ҳодисаи камназир аст ва соли 2 то 3 бор рӯй медиҳад. барои дарёфти ахбору видеои бештар ба сайти интернетии радиои озодӣ, шабакаҳои иҷтимоӣ фейсбук, твиттер, ютуб ва ҳам замимаи радиои озодӣ барои телефони ҳамроҳ муроҷиат кунед.